فکر میکنی چرا کلی هدف داری ولی هیچ کدوم جلو نمیره؟ تا وقتی میخوای یه کار بزرگی رو شروع بکنی انگار مغزت میره رو حالت پرواز و یخزدگی. خیلی از ما فکر میکنیم دلیلش تنبلی، بی‌عرضگی یا بی‌انگیزگیه، ولی ته 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 همه اینا یه چیزی نشسته و فرمان و اداره زندگی رو دستش گرفته و اون چیزی نیست جز ترسی که نمیشناسیش چون تغییر قیافه داده. امروز میخوایم 7 مدل ترسی رو با هم بررسی کنیم که پشت اخلاق و رفتارمون قایم شده که اگه نشناسیشون تا آخرش همین جایی که هستی میمونی و نمیتونی تکون بخوری. پس این ویدیو شاید یکی از بهترین و مفیدترین ویدیوهای زندگیت باشه. تا آخرش همراه من باش. اولش رو با یه داستان شروع کنم. من یه رفیق داشتم اسمش سامان بود. خیلی آدم ایده پردازی بود، خیلی آدم باهوشی بود و یادم یه زمان میگفت میخوام پادکست بزنم، یه مدت میگفت میخوام برم کانادا، یه مدت میگفت میخوام کتاب بنویسم و من اینجوری بودم که آجی بزن دیگه. بعد تا بهش میگفتم میگفت نه آجی الان زوده، باید یه ذره تحقیق کنم. 6 ماه بعد بازم داشت تحقیق میکرد. آخر یه روزی نشستیم تو کافه و گفت ببین امیر، من ترس شروع کردنشو ندارم، ترس اینو دارم که شروع بکنم و جواب نگیرم. اونجا یه جرقه‌ای تو ذهنم زد. گفتم آجی منم همینم. چقدر کارهای مختلف و من اومدم شروع بکنم. وقتی رفتم توی میدون اومدم وارد شدم گفتم نکنه بچه، نکنه دیگران این راجبش بگن و ته دلم میدونستم خرابش میکنم. و از همون روز خیلی چرخیدم، خیلی سرچ کردم، مطالعه کردم تا به این 7 تیپ ترس رسیدم که نقش بازدارنده توی زندگی ما داره. الان دونه دونه هر 7 تیپ رو براتون بازش میکنم، امیدوارم که به دردتون بخوره. قبل از اینکه بریم سراغش سابسکرایب یادت نره، لایک هم یادت نره. تیپ اول وسواسی، ترس از اشتباه کردن. همیشه دنبال اینی که همه چی کامل باشه تا تو شروع کنی، مثل کسی که پروژه داره ولی چون قالب پاورپوینتش اون چیزی که دلش میخواد نبوده کلا پروژه رو انجام نمیده. مثال خودم براتون بگم، چند وقت پیش میخواستم کانال یوتیوب شروع کنم و بک‌گراند مناسبی نداشتم و خیلی ساده بود و اینجوری بودم که فردا میرم میخرم بالا پس فردا و نمیشد، همش کار پیش میومد و دیدم اگه بخوام منتظر بک‌گراند باشم فایده نداره، باید شروع کنم و ترس اینو داشتم که آجی نگم بابا این یه گلدون خونه‌شو نداشته بذاره. جلوش وایسادم گفتم اونی که مطلبمو میخواد مطلبمو میگیره، با بک‌گراند من چیکار داره؟ و اینجوری شد که شروع کردم و الانم اینجا خدمت شما. تیپ دوم آدم همه چی رو راضی کن. تو نمیخوای هیچ کی ازت ناراحت بشه پس هیچ وقت نه نمیگی و واسه همه وقت داری جز خودت. مثلا خواهرت بهت میگه که بیا بریم خونه مام بزرگ و تو کلاس یوگا داری، پول دادی براش، مهمه برات، ولی به خاطر اینکه دلمون رو نشکنی باش میری خونه مام بزرگ، تهش همیشه تو قربانی. تیپ سوم دنبال اجازه گرفتن از دنیاه. تو وقتی کاری رو انجام میدی که مطمئن باشی تایید شده است و راه درست و قانونیه. دنبال چراغ سبزی، مدرکی، چیزی هستی یکی تاییدت کنه. مثلا تو میخوای یه بیزینسی رو راه بندازی ولی چون مدرک MBA نداری کلا بیزینس رو راه نمیندازی و وقتی نگاه می‌کنی اطرافت می‌بینی حاجی چقدر آدم هستن بدون مدرک یه بیزینسی رو راه انداختن و بعداً رفتن مدرکشو گرفتن و مثال‌های این گونه. حالا سر این یکی قفل نشید، نه من باید حتما مدرکشو بگیرم. بریم بعدی. تیپ چهارم بی‌اعتماد گوشه‌گیر. میخوای بگی بقیه برات مهم نیستن ولی ته تهش چون یه جاهایی رد شدی الان خودتو از بقیه جدا کردی. مثلا میگی اینستاگرام به درد من نمیخوره. اینستاگرام چیه؟ من اصلا اینجور چیزا نیستم، ولی در واقع چون یک بار پست گذاشتی و دیده نشده، لایک نگرفته، خودتو کشیدی کنار. البته مثال بوده، کلا اینستاگرام زیاد نرید، خوب نیست. تیپ پنجم آدمایی که شکاکن به خودشون. هیچ وقت فکر نمی‌کنی به درد بخوری و همیشه به این موضوع فکر می‌کنی که یکی بهتر از تو هست. مثلا داری یه طرحی رو می‌کشی و بعد یه صدایی تو ذهنت میگه این چیه کشیدی؟ بچه 2 ساله‌ای مگه؟ نتیجهش این میشه که تو بهترین ایده‌هاتو میذاری کنار. خفن‌ترین ایده از 2 تا خط شروع شده و بعد رسیده به طرح خفن. تیپ ششم توجیهگره. هر چی پیشنهاد میدی یه دلیلی هست که نمیشه. بازار خرابه، فعلا وقت ندارم، سرم شلوغه، ولی پشتش یه چیزه، ترس از مسئولیت. چون اگه انجامش بدی و نشه مقصر خودتی، پس از اول انجامش نمیدی. تیپ هفتم قربانی گذشته. یه بار زخمی شدی و الان هیچ چیزی رو شروع نمی‌کنی چون ته دلت میگی بازم اون اتفاق میافته. یه رابطه بد داشتی دیگه هیچ وقت عاشق نمیشی. یه بار زمین خوردی دیگه بلند نمیشی بدوی. اولین قدمی که باید برداری اینه که شناسایی کنی ترس غالب به تو کدومه. خدا وکیلی دقت کن، با خودت رو راست باش. کدوم یکی از این ترسا با خودت بیشتر میخونه؟ اگه حتی یکیشو حس کردی مطمئن باش که داری کنترل زندگی تو میدی دستش. پس اولین قدم اینه که
حداقل اسمشو بدونی. قدم دوم اینه که صدای درونتو بشناس ولی باورش نکن. اگه یه صدایی به تو میگه که تو نمیتونی، بهش گوش کن و بهش بگو که داری از چی محافظت میکنی دقیقا. این صدای درونی معمولا ترسیده و نادونه، پس به جای حسبش راهنماییش کن. قدم سوم اینه که هدف رو ریز کن و کارو نصفش کن، خورد خورد انجام بده. مثلا به جای اینکه چه میدونم یه پادکست بزنی، بگو که خب امروز فقط اسمشو انتخاب کنم، یه قدم کوچیک براش بردار. این باعث میشه کم کم شروع کنی. قدم چهارم اینه که با ترست رفیق باشی، باش دشمنی نکنی. ترس همیشه هست و نیازه که باشه، باید باش هم اتاقی بشی، نذاری زندان مانت بشه و بگیرتت تو دستش و بذاری همراهت بیاد ولی تو سوار بر اون باشی. و مرحله آخر اینه که شکست و پایان راهت نبین. تمرین کن، تجربه کن. اگه یه کاری رو انجام دادی و نشد، یعنی داری تمرین میکنی. بچه‌ها وقتی دارن راه میرن زمین میخورن ولی نمیگن که راه رفتن به درد نمیخوره. انقدر این کار رو انجام میدن تا راه برن. ببین هممون یه ترسی داریم و این طبیعیه و حتی نیازه و یه جاهای خوبم هست، ولی اونی موفقه که ترسشو بشناسه و باهاش راه بیاد. تو تنبل نیستی، تو گیج نیستی، تو فقط باید بدونی کی داره فرمان زندگی تو رو میگیره. اگه حس کردی یکی از این تایپ‌های شخصیتی به تو نزدیکه، یا تجربهش کردی یا پشت سرش گذاشتی یا هر چیزی که راجبش میدونی، برام کامنت کن، خوشحال میشم کامنت تو ببینم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره. امیدوارم که به دردتون بخوره. به زودی میبینمتون. مخلصی.